خب سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه ریویو خیلی سریع بکنیم از پرایس اکشن امروز، یعنی 24 فوریه روز سه‌شنبه. با توجه به اخباری که توی در واقع سایت فاکس فکتوری میتونید ببینید، ما امشب ساعت 9 به وقت نیویورک یک سخنرانی داریم از حالا ترامپ که در واقع های ایمپکت نیوز هستش. یعنی این اخباری هستش که امروز داشتیم توی مارکت و من میخوام یک در واقع اشاره به این شرایط حال حاضر بکنم که شما متوجه بشید که وقتی در واقع یک همچین اخباری توی مارکت داریم، مخصوصا وقتی تایمش در واقع دیر وقته، مثلا FOMC، مثل این سخنرانی های این تیپی که تقریبا بعد از در واقع سشن صبح و ظهره. وقتی یک همچین چیزایی رو میبینیم تو مارکت، شرایط خیلی تمایل داره که بره به سمت های رزیستنس. های رزیستنس رو راجع بهش صحبت کردم قبلا توی ویدیوهایی که داشتیم. اگر ندیدید اون ویدیو رو حتما یه مرور بکنید، به خاطر اینکه خیلی مهمه که در واقع شرایط های رزیستنس رو بتونید نسبت به لو رزیستنس تشخیص بدید. شرایط لو رزیستنس به زبان ساده میشه یک همچین چیزی: این بالا رفتن، این پایین اومدن، این حرکات این مدلی که مارکت تقریبا یک طرفه حرکت میکنه. برخلاف اون ما شرایط های رزیستنس رو داریم که همونطور که میبینید ما امروز تمامش رو توی یک رنج بودیم، خیلی حرکت آنچنانی اتفاق نیفتاده. اگر به تایم فریم یک دقیقه ممکنه که به نظر بیاد که خب یک اتفاقاتی اینجا افتاده، ولی باز اگر بررسی بکنیم ریستر، متوجه میشید که تقریبا هیچ گپی نبوده که مارکت بهش بر نگرده و کامل دلیورش نکنه. ما تمایلمون این هستش که به طور کلی توی شرایط لو رزیستنس فعالیت بکنیم. یعنی وقتی که شما تشخیص میدید که شرایط های رزیستنس هستش، هدفتون بیشتر باید این باشه که یا ترید نکنید، یا اگر ترید میکنید خیلی سریع از مارکت خارج بشید. امروز اتفاقی که افتاد این بودش که بچه ما ساعت در واقع 2:30 مارکتمون یه لوی رو میسازه، حرکت میکنه، دیسپلیس میشه، میره سمت بالا که در سر راه خودش این در واقع FVG یک ساعته رو داره. یعنی توی این ناحیه یک بخش کوچیکی از این فیر ولیو گپ اینجا باقی مونده، این رو دلیور میکنه، میاد داخل این اوردر بلاک یک ساعته که باز اگر بیایم و ریستر بررسیش بکنیم، در تایم فریم های پایین تر میتونیم ریفاینش بکنیم. اینجا یک اوردر بلاک 15 دقیقه داریم به این صورت و من این رو برای خودم علامت زده بودم. از طرف دیگه چیزایی که کمک میکرد که در واقع من اینجا دنبال پوزیشن شورت بگردم، وضعیتی بودش که روی چارت های پوند و دلار و یورو جی بی پی داشتیم. اول توجهتون رو میخوام به این جلب بکنم که توی چارت یورو جی بی پی چه اتفاقی برای مارکت افتاده. یه توضیحاتی راجع به این مارکت بدم. این بچه ها به این ارزهای مثل یورو جی بی پی، یورو سی اچ اف، به اینا میگن ارزهای کراس. این کراس ها زمانی به درد ما میخورن که میخوایم بیایم بسنجیم، ببینیم که یکی از در واقع دو تا مارکت هایی که با هم دیگه کورلیشن دارن به یک جهت حرکت میکنن، مثل یورو و پوند، اینا توی چه وضعیتی نسبت به هم دیگه قرار دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر یورو جی بی پی، این شاخصی که اینجا داریم، شاخص که در واقع بگیم جفت ارزی که اینجا داریم، اگر یورو جی بی پی سعودی باشه، چجوری نشونش بدم؟ اگر یورو جی بی پی سعودی باشه، این در واقع چارت بر اساس چی محاسبه میشه؟ بر اساس قیمت یورو تقسیم بر پوند دیگه. اگر این رو به بالا باشه، معنی و مفهوم آن این است که یورو نسبت به پوند قوی تره. پس اگر این بولیش باشه، نشون دهنده اینه که یورو
بزرگتر از جی بی پیه، بگیم پونده. اگر بریش باشه چیزی که به ما نشون میده اینه که یورو از پوند ضعیف‌تره. حالا حالتهای مختلفی اینجا ایجاد میشه. آیا اگر یورو جی بی پی بولیش باشه نشون دهنده اینه که یورو و مثلا پوند بولیشن؟ الزاما نه. اتفاقی که میتونه بیفته اینه که مثلا در یک روند نزولی، یک ترند نزولی که در جفت این یورو و پوند داره ایجاد میشه، یورو کمتر میریزه و پوند سریعتر و بیشتر میریزه. خب توی همچین شرایطی ما یورو جی بی پیمون حالت صعودی به خودش میگیره. برعکسش هم به همین صورت دیگه. اگر بریش باشه ما اگر مثلا روند یورو ضعیفتر از پوند باشه و پوند با قدرت بیشتری بولیش باشه، این یورو جی بی پی نزولی میشه. در واقع یه محاسبات ریاضی ساده است دیگه. اگر مخرج بزرگتر از صورت باشه اون کسر در واقع کوچیکتر میشه و بالعکس. امروز اگر به این بررسی کنیم، حالا من کاری به این بازه‌ای که اینجا ما رنج زدیم ندارم. به طور کلی این خودش تکنیکال روش کاملا قابل پیاده سازیه. اینجا یک در واقع ترند لاین داریم که ما انتظارمون از ترند لاین این هستش که نقدینگی که زیرش داره تجمع پیدا میکنه رو به سمتش حرکت بکنیم. با وجود همه اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده، برگشت قیمت به این اوردر بلاک دیلی و حالا هانت این نقدینگی و دبل تاپی که اینجا اتفاق افتاده، میتونیم انتظار داشته باشیم که یورو نسبت به پوند ضعیفتر عمل بکنه. بنابراین هدف ما بیشتر این هستش که روی یورو اگر میخوایم سل بگیریم وارد پوزیشن بشیم و همچنین روی پوند اگر میخوایم پوزیشن لانگ بگیریم وارد بشیم. تفاوت رو نگاه کنید. پوند یه حرکت صعودی خیلی شارپ از ساعت هلوش 8:30 8:45 دقیقه انجام داده، در صورتی که یورو خیلی ضعیفتر بوده و توی این سلی که اینجا اتفاق افتاده یورو موفق شده این کف رو بگیره، یعنی کف قبلی که ساخته شده هانت بشه، در صورتی که پوند این کار رو انجام نداده. دونستن یک همچین چیزی به شما کمک میکنه که SMT هاتون رو هم بهتر تشخیص بدین. الان اینجا ما یه SMT داریم، ببینید اونی که منیپولیشن داره انجام میده که در واقع یورو هستش ضعیفتر حرکت کرده نسبت به اونی که منیپولیشن نتونسته انجام بده و اکومولیشن داخلش اتفاق افتاده. خب بریم حالا راجع به در واقع لندن صحبت بکنیم که چه اتفاقی افتاد. روی یورو قیمت برگشت، گفتیم اومد داخل این اوردر بلاکه و هول و هوش ساعت 5 یکی از تایماییه که من دوست دارم اگر ریورسالی بخواد اتفاق بیفته پای چارت باشم. چرا؟ چون کندل 4 ساعته 5 داره باز میشه و خیلی از مواقع چیزی که شما میبینید هستش که میره کندل ساعت 1 رو، کندل 4 ساعته ساعت 1 رو هانت میکنه، ریورسال میده و یک حرکت حالا معکوسی شروع میشه. اینجا با این اتفاقی که افتاد ما اومدیم این بای ساید رو برداشتیم، یک شیفت این مارکت استراکچر اتفاق افتاد. اینجا یک FVG داشتیم. توجه کنین که شرایطمون باز چون های رزیستنس بوده، مارکت تمایل داره که بیاد چیکار بکنه، بیاد کامل FVG هایی که باقی مونده رو دلیور کنه. قیمت برمیگرده تا کجا میاد بالا؟ تا جایی که برمیگرده به این اوردر بلاک باقی مونده از این در واقع ناحیه و این FVG 1 دقیقه رو هم کامل هم پوشانی پیدا میکنه. خیلی ساده چیزی که اینجا داره رخ میده عملاً برگشت قیمت به یک اپتیمال تریدینگ تری یا OTE هستش. یعنی قیمت اینجا من توی این ناحیه سلر شدم، البته همونطور که گفتم توی گروه اشتباها اومدم مودیفایش بکنم، اینجا تریلش بکنم و پوزیشن رو بستم. این سل رو شما میتونستین تا اینجا داشته باشین. واقعا سل اذیت کننده بوده، شاید بگم اصلا ارزش نداشت که بخواد آدم خودش رو اینقدر به زحمت بندازه برای اینکه ساعت‌های متمادی بشینه پای این چارت تا تیپی بشه و قابل پیش بینی هم بود دیگه. ما میدونستیم که به خاطر وجود یک شرایط بگیم نامتعارف توی مارکت احتمالاً همچین چیزی رو ببینیم. در نهایت اتفاقی که داره میفته اینه که ما اومدیم
سل ساید رو اینجا برداشتیم، احتمالا مارکت داره حرکت میکنه که بره به سمت این بای ساید. حدودا میشه گفتش که اینجا یک در واقع شرایط سیک اند دیستروی داره ساخته میشه، یک پروفایل سیک اند دیستروی که راجع بهش صحبت میکنیم در آینده. این سیک اند دیستروی زمانی هستش که شما از سل ساید به بای ساید و بالعکس حرکت میکنی، یعنی مارکت خیلی ترند یک طرفه شروع نمیکنه، یه همچین حالتی ساخته میشه تو مارکت. این هم باز خودش از پروفایل هایی هستش که اگر تشخیص بدید که داره اتفاق میفته تو مارکت، بهتره که تریدش نکنید. خب به طور کلی تمام اون چیزی که داره در واقع توی مارکت رخ میده همینی هستش که الان بهتون گفتم. امروز از روزهایی بودش که احتمالاً پای چارت نشستن صرفا برای شما میتونه ضرر داشته باشه، مگر اینکه با یک ریسک منیجمنت خیلی مناسب اینجا تونسته باشین یک تریدی رو بگیرید و بعدش هم دیگه تلاش نکرده باشین برای اینکه این روند رو ادامه بدید. من همچنان به نظرم این دبل باتمی که اینجا روی یورو باقی مونده میتونه تارگت باشه، ولی خب واقعیت هنوز خیلی نمیتونم نظر بدم راجبش. باید ببینم که امشب اخباری که میاد چه تأثیری روی قیمت یورو میذاره. یه جورایی دوست دارم که قیمت یکم بیشتر نفوذ کنه، بیاد داخل این در واقع اوردر بلاک به طور کامل، و بعد از اینکه این ناحیه رو در واقع تاچ کرد شاید بتونیم که وارد یک روند صعودی بشیم. از اوایل مارچ همونطور که صحبت کردیم. خیلی نمیخوام طولانی بکنم این ویدیو رو، یک سری نکاتی بودش که به نظرم اومد بعد راجعش صحبت کنیم. در مورد این در واقع کراس پیر ها و در واقع نحوه استفاده ازشون و حتی ترید کردنشون بیشتر صحبت میکنیم در آینده. خود این اتفاقی که اینجا افتاد کاملا میتونست برای شما یک ترید باشه، مخصوصا در شرایطی که ما همونطور که گفتم مارکتمون داره وارد شرایط های رزिस्टنس میشه. وقتی که ارزها تمایل دارن که در مقابل دلار کانسالیدیشن انجام بدن، مثل این چیزی که اینجا دارید میبینید، معمولا کراس هاشون حرکت بهتری انجام میدن. چجوری میتونید تشخیص بدین؟ میان رفتار دوتا ارز رو با هم دیگه مقایسه میکنید، میبینید که خب مثلا اینجا ما پوندمون حرکت صعودی شارپ تری انجام داده، موفق شده بیاد بای ساید رو اینجا از در واقع آسیا بگیره، بعد یک در واقع ریتریسی داد اومد داخل این FVG. خود این یک اپتیمال تریدینگ تری هستش و عملا اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده کاملا از روی این چارت میشد تشخیصش بدید. حالا شما ممکنه که بخواید بیاید خود این چارت رو ترید بکنید، هرچند ترید کردنش واقعا کار سختیه برای خود من، حداقل خیلی کم پیش میاد که این چارت رو تاچ بکنم. معمولا ازش استفاده میکنم برای اینکه شرایط دوتا مارکت رو بسنجم، و یا اینکه میتونستیم بیاین اینجا روی خود پوند این پوزیشن رو بگیرید، دنبال این بای ساید بگردید، احتمالا نفوذ کنه تا پر کردن این FVG و شاید ادامه پیدا بکنه تا FVG 400 رو کامل دلیور کنه. بعد از اون من باز میگم انتظارم این هستش که روند نزولیمون همونطور که میبینید اصلا اینجا این روز در واقع 24 فوریه روز تاریخی تقریبا انتظار داریم که یک سقفی اینجا ساخته بشه. بنابراین این میتونه یک شورت ترم هایی رو برای ما بسازه و ادامه روند نزولی رو تا برداشت این کف حداقل ببینیم. بیشتر از این طولانی نمی کنم ویدیو رو، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار شما.